باز یک روزی غم و شادی گذشت در تلاش قسمت ناموس و نام. باز یک خورشید ما را تر گفت، ماه نو پیدا شدن در برج شام. شب بخیر همنشینان، شب بخیر. اما امروز سخن از شب بخیر نیست، سخن از روز بخیر است. صحبت ما است با مؤلف این سرودی زیبا و جاویدانی، آوازخوان سرشناس، یکی از اسطوره های هنری موسیقی استرادی تاجیکستان، بهادر نعمتوف، که این شب و روزها 70 ساله میشن. استاد خوش آمدید به این صحبت به رادیوی آزادی. السلام علیکم به شما و تماشابینان محترم. اولا برای دعوت و تکلیفتان تشکر میگم. استاد، هر کسی که شما را میبیند هیچ گمان نمیکند که شما 70 ساله میشید. البته با همون تعبیر تاجیکی چشم نرسد، جوان هستید، ولی 70 سالگی یک سینی بسیار خوب است. شما که مثلا امروز به 70 سالگی رسیده، زمین قله بلند 70 سالگی، عمر گذشته را، ایجادیات گذشته را چگونه نگاه میکنید و چی بها میدهید؟ راستگه باوری خودم هم نمیبیاد، چون که دلی آدم همیشه جوان میماند و نوابسته به این سینی سال رفتن میگیرد و من کرده نمیشود. لیکن به هر حال ما کوشش کنیم، حرکت کنیم که جوانی طولانی باشد، یعنی که همیشه در صحنه باشیم، همیشه در بین مردم باشیم و حالتی خوب داشته باشیم. برای این همیشه چکلی که میگن تربیه بدن فرض است و ما باید که همیشه باید خود رو احتیاط کنیم، نگاه کنیم تا اینکه یعنی که همیشه در بین مردم باشیم. عادتاً بچه‌هایی که در محیط شهر تولد میشن یا خصوصا در پایتخت، اینا بیشتر به کارهای دیگر شوق میکنن، ولی شما به دنبال موسیقی رفتید. همین انگیزه اساسی این که شما به موسیقی رفتید چی بود؟ استعداد بود یا یگان حادثه سبب شد؟ برادر کلانی من مظفر نعمتوف نیز بسیار صنعت رو دوست می داشتن. که از خودشان معمار بودن، ارکیتکتر بودن. از دوره مکتبی لیکی سرود می خوندن با رباب، بعد با تار، و در خانه ما همیشه آوازی سرود موسیقی ترین انداز بود و خانه ما هر روز گوش میکردم. با دوستانشان می آمدن سرودخوانی میکردن، در مرکه می خوندم. من در پهلوی اون کس یا اکاردیون یا یگان اسباب دیگر می نواختم و همین خیلی سند در دل من سخت جای گرفت. یعنی که محیط خانواده بود. استاد، من یک فکت فهمیدم، نمیدونم این درست باشد یا که این حال شما تصدیق میکنید. بعضی وقتی که به این مصاحبه آمادگی میدیم، بعضی از دوستانی که شما را میشناسن گفتن که مادر شما بسیار یک آدمی سنتگرا، به اصطلاح یک آدمی بسیار روحانی بود است و نمیدونم دوستا گفتن که تا اندازه برای آوازخوان شدن شما نمیدونم مخالفت کرده است یا نکرده است. میخواستم در این باره صحبت کنید. مادر من بسیار کتابخوان بودن. از کتاب‌های نیاگان، از کتاب‌های بیدل و حافظ، از کلاسیکان ما غزل‌ها می‌خواندن. بسیار روایت‌ها با ما نقل می‌کردن از همون کتاب. پند و نصیحت‌ها ما دائم خواهش می‌کردیم که میگفتیم مادر جان برای ما از همون کتابی که مثلا در یک تاش در خاطرم است، دورال مجاهیز میگفتیم، دورال مجاهیز هم خیلی کتاب هم داشتن. میگفتیم که از همون کتاب پند و نصیحت ها بخونید یا که از دیگر کتاب ها. برعکس صحبت های مادرم، نصیحت های مادرم که آنها اون کس دویم به ما کتاب میخواندن، به من تاثیر مثبت رساند و من بسیار شعر میخواندگی شدم، یعنی که شعر را میفهمیدگی شدیم و من مثلا
اپای من محبوبه نیمازاده شاعری بچگانه می باشند. اون که شاعره شدن برادر کلانی من معمار شدن و دیگر در دیگر کسبا دیگر دادر و خواهرای من همه اینها معلوماتی عالی گرفتن. برعکس همیشه میگفتن که خواندن لازم، البته خواندن لازم و کتاب خوانید میگفتن و خودشان خوانده میدادن به ما. استاد خانواده شما از کدام سالها در دوشنبه زندگی میکنند؟ خانواده ما از سالهای تقریبا 20 تا 30 همون سالها در دوشنبه زندگی میکرده. ما در دوشنبه تولد شدیم و بابای پدری ما علایده آمده بودن در اینجا و مادری مادری ما یعنی که بیبی ما علایده در اینجا همسایه بودن اونها و پدر و مادری ما بعد در اینجا زن و شوهر شدن و همه ما 9 فرزند در همینجا تولد شدیم و پدر و مادری ما از طرف بخارا به اینجا بعد از همین انقلاب اکتبر آهسته آهسته بر اینجا آمدن. در اینجا پایتخت تاجیکستان که تشکیل شد همه کوشش کردن که با پایتخت تاجیکستان بیان. سالهایی که شما با فضای موسیقی استرادی تاجیکستان وارد شدید، خب سالهای 70 این چگونه دنیا بود و چگونه شور و شوق داشت و چی هنر، چی توانمندی ها، چی شایستگی ها باید می داشتید که مثلا بهادر نعمت می شدید و یک آوازخوان محبوب می شدید؟ از دوره دانشجویی ارکستر استرادی گلشن به من بسیار مقبول بود. همیشه نه تنها به من، به همه یکی از ارکسترهای استرادی بهترین یگانه جمهوری ما بود و همه آرزو میکرد با اون آوازخوان‌های ارکستر گلشن از نزدیک شناس شود یا بیند و من نیز حواس پیدا کردم که در همانجا به کار بیام و بعد از ختم انستیتوت صنعت من که گاگا آمده می رفتم به نزد استاد عارف‌شاه و بعد از که ختم کردم من آمدم گفتم معلم من انستیتوت صنعت را ختم کردم. بعد اون کس گفتن که خیلی بسیار خوب نباشد فلان روز با همون ما در انستیتوت صنعت یک انسامبل تشکیل کرده بودیم با مطربان بهترینی همون دوره‌ای که در انستیتوت صنعت می‌خواندن با همون یک انسامبل تشکیل کرده بودیم. با همون الکی در تلویزیون برآمد می‌کردیم، در رادیو ثبت نموده بودیم و ما آمدیم به خانه رادیو و بعد از شورای بدیعی همون اعضای شورای بدیعی پراکنده نشده مرا دعوت کردن و در آنجا یک چند سرود سراییدم و بعد از چند روز با من گفتن که انا میتونید بیاید حجت را گرفته بیاید. استاد وقتی که شما به گلشن به کار پذیرفته شدید کی بود همون به اصطلاح چی میگن همون غول‌های موسیقی استرادی تاجیکستان کی بود اون شب و روزها؟ همون سالها الکی ارکستر گلشن بسیار مشهور بود. ما همیشه تماشا میکردیم، با واسطه تلویزیون با واسطه رادیو گوش میکردیم و در آنجا مقدس نبی و کار میکردن، تاجدین محیدینوف، تمارا پولاتова، بعد تمارا کتایوا شدن، مغفرت همراخولова، رحیمه شلایر، عمر زیویف. انا بعد من با آنها همراه شدم و مرا خوش پذیرفتند، بسیار خوب قبول کردند. انا خصوصا روحش شاد بود
مقدس نبی و بسیار انا کس بسیار نقص قبول کردن و با من که آدمی نبودم با من مصلحت ها میدادن و همون در اول کاری من ما با اون کس سرودی شب خیر رو سراییدیم و عموما یک کلکتیوی ما بسیار کلکتیوی خوب بود، یعنی که ما همچون برادر اپا و خواهر اکا و دادر بر این کار میکردیم. استاد همینجا که از سرود شب خیر یاد کردید، استاد که با مقدس خواندید، این یکی از سرودهای جاویدانی موسیقی ما است. امروز به فکرم نیست محفلی که با همین سرود زیبای شما بر متن استاد لایق تمام نشه. میخواستم همین داستانی، همین قصه چگونه به وجود آمدن همین سرود و چگونه مثلا شما از شعر استاد لایق انتخاب کردید و چرا اینقدر جاویدانی شد عمر طولانی می‌بینید؟ من در این سند میخواندم، نه با کورسی 3 گذشته بودم و من که از همون از دوره مکتبخانه علاقه کوشش میکردم که آهنگوی خودم رو پیدا کنم، ایجاد کنم. حتی در با اینستیتوت سند داخل شدم، با یک آهنگ خودم رو سراییدم. سرودی جوانی بود. این به شعر غایب سفرزاده جوانی. خروشی موج دریایی روانی، روانی بر وجودی زندگانی، تو هستی و حیاتی ماست رنگین، تو سازی تاری عمری آدمانی. هی جوانی ای جوانی ای جوانی، جوانی ای جوانی ای جوانی. با همین سرود من با اینستیتوت سند داخل شدم، با اکاردیون نواخته سراییدم و این سرود سال 73 بود. بعد سال 75 با دست من یک کتابی استاد لایق شیرالی خاکی وطن نام دارد. این کتاب با دست من افتید. در خاطرم نیست، من از گجو همینا پیدا کردم، از یگانجا ممکن از یگانجا دوست دیدم یا گرفتم، در خاطرم نیست، لیکن همین کتاب را گرفتم. بسیار با من این شعرها مخور شد، شعرهای این کتاب. من از همون کتاب یک چند سرود تیار کردم. مثلا این شب چی شبی، شبی گداز است این شب، همین سرود آهنگ ایجاد کردم و در اولی عروسی ها میخواندم این سرود را. بعد سرودی تا دل نکنه درد ندانی که دلت هست، انا همین سرودم از همین کتاب. بعد یک سرود دیگه دست هایی که فشردم یاد باد، دست هایی که فشردم یاد باد، هر لبی که بوسه کردم یاد باد. ممکن شنیده باشید این سرود. بعد از این باز یک سرود دیگه از همین کتاب خوندم. پدرم که نو گذشته بودن، از همونجا همین شعر گویا که برای من نوشته شده باشد. پدرم رفتی چو تو بر دل خاک، در دلی من غم و اندوهی تو ماند، چشمت از گور به سویم نگران، در سرودم شبهی روحی تو ماند. این سرود را نیز من تیار کردم، بعدا این ثبت کردم. از آن جمله شب بخیر نیز از همین کتاب، از همین کتابی خاک وطنی استاد لایق شیرالی است. همون سال 1975 همین آهنگی شب بخیر ایجاد شد. آهنگا شد، یعنی که من اساسا آهنگای خودم رو که میسرایم و همین سرودایی که نامبر کردم همش از آهنگای خودم. اولین بار این آهنگ رو نو تیار کرده بودم، لیکن در یگان جا نسراییده بودم. اولین بار در پختچینی بودیم، در پختچینی در ناحیه حاضر خراسان شدگی غازی ملک ایلیچوسکی 24 پارچی است، یعنی که در اونجا
الجبویف رئیسی سفخاز بودن. انا بسیار سفخازی آوازدار بود. یعنی که هر بگاه ما بعد از پختچینی، بعد از خوراک شام بزم تشکیل میکردیم، رقص بازی میکردیم و یک روز خواهش کردن که من سرود خوانم بگاه. یعنی که همه در این سنت همه صنعتکاران بعد نوبت به من دادن و من یک چند سرود سراییدم، بزم کردن، رقص بازی شد. بعد آخری بزم کی بود، بعد در آخر همین سرود رو سراییدم. وقتی که این سرود رو سراییدم اولین بار همه حیران شدن که این سرود نبود، در کجا بود، از کجا یافته است این. بعد همه خیلی اولین بار در پختچینی سراییدم، بعد در محفل‌های اینستیتوت صنعت می سراییدم، بعد با انسامبلی که گفتیم در اینستیتوت صنعت تشکیل کرده بودیم در تلویزیون مستقیم سراییدیم. خلاصه که همه خیلی بعد وقتی که با گلشن آمدم سال 1977 اول خودم سراییدم، بعد سال 78 یک سال پس با مقدس نبی و سراییدیم، بعد سال 81 با خرما شیرین و در افغانستان یک جا سراییدیم. یعنی که هر خیل ورسیا دارد این شبخر، چندین ورسیا دارد. استاد فکر میکنید که امی سبب خوش پذیرفتن این آهنگ و عمر طولانی چی است؟ آهنگ بسیار خوبی شما یا متن بسیار بلندی استاد لایق یا مضمونی که در این نهفته شده است چی است؟ اولش که استاد لایق بسیار شعری بلند نوشتن، بسیار هم ساده است، هم بسیار ساده در خاطر آدم یعنی که نقش میبندن میموند، هم بسیار پرمضمون. یعنی که مثلا سخنش اکثریت مردم میدوند انا تلخ و شیرینی است اندر جام شب، این خورد می آن خورد خون جگر، تا چی گوید صبح اندر گوش ما، تا که باشیم زنده تا صبحی دیگر. یعنی معنی های بلند با سخن بسیار ساده. اولش که شعر بلند، شعر خوب. بعد از این که با من خدا همین آهنگ را با دل من انداخت و این یک سرودی شد که یک سرودی عنعنوی شد. یعنی که سال دیگه 50 ساله میشد که ما تا حالا سرایده ایستادیم این سرود را و هیچ وقت یگان محفل به این سرود نمیگذرد. گلشن یکی از دسته های هنری بود که تا امروز همه افسوس آن میخورن، یعنی افسوس همون شهامت و دوره رشد و ترقی و واقعا این دسته هنری هنرمندای بسیار خوب و ممتاز و سرشناس به موسیقی تاجیکستان هدیه کرده است. امروز هنر آوازخوانی استرادا در تاجیکستان بیشتر است. یعنی در زمان شوروی اگر فقط یک دسته بود، امروز دسته های گوناگون، آوازخوان های جداگانه گوناگون است. نگاه شما به وضع امروزه امین آوازخوانی تاجیکستان، خصوصا آوازخوان های جوان، مخصوصا هنر استرادا چی است؟ اولش که همون وقت ارکستر استرادی گلشن یگانه بود در تاجیکستان و بودن انسامبلی مثلا وای بود، سوغدیان بود، انا وای در نزد تاجیک کنسرت بود، ممکن انسامبل ها بودن، لیکن ارکستر استرادی گلشن همیشه در مد نظر خلق بود، چون که در نزد کمیته رادیو و تلویزیون تاجیکستان بود و وظیفه ارکستر استرادی گلشن خزینه طلایی رادیو و تلویزیون تاجیکستان را غنی گرداندن و همیشه در نزد یعنی که ما در نزد مردم بودیم، در آینه نیلگون بودیم. هر ماه یک کنسرتی نوی خود را در تلویزیون پیشکش میکردیم، بعد با یک بار تکرار میرفت،
با کنسرت نو پیشکش میکردیم. یعنی که قریب هر هفته در وقت معین روز جمعه ارکستر گلشن، هر روز جمعه کنسرت ارکستر گلشن در تلویزیون نمایش داده میشد و شبکه هم یگانه بود، یک شبکه بود، یک تک کانال تاجیکستان بود و همه برآمدهای ما رو البته همه میدید، حتما میدید، چون که یک تا برنامه بود، یک تا شبکه بود. وقتهای پیش ما یعنی که سرود می سرایدیم، پیش از سرود سرایدن ما متن شعر رو با محرر نشان میدادیم. محرری همون ثبت، جای ثبت میکردن در خانه رادیو محرر میدید. بعد البته ما کوشش میکردیم که شعرهای خوب انتخاب کنیم، از شعرهای معاصر، از کلاسیک‌ها باشد، شعرهای خوب انتخاب کنیم. بعد از ثبت کردن این سرود دو شروع میگذشت، شروع بدیعی و شروع ریداکسیونی. دو تا شروعی که گذشت، بعد وایها اجازت میدادن که این سرود اجازت داده شود برای افیر، یعنی که افیر تلویزیون و رادیو اجازت داده شود. اگر یگان کمبودی می داشت یا یگان نقصان می داشت یا که هست که شعر هست که با همون آهنگ موافق نیست یا که نادرست خوانده شده است یا یگان جا نادرست تلفظ شده است و این سرود را می گرداندن، یا از سر ثبت می کردیم یا که تماما نمی سرایدیم اگر که موافق نباشد. بنابراین حاضر مثلا استودیوها بسیار است در هر جا و وقتی که آوازخوانا می سرایند در اونجا یگان محرر نیست، یگان شاعر نیست و بسیار وقت میشد که شعرهای سبک به معنی ثبت کرده می شود و در اونجا یگان نه شورا هست نه یگان محرر شعر هست. بنابراین همه خیلی سرودها یعنی که صدا میدهند در بعضی شبکه‌های رادیو نیز همه خیلی شعرهای سبک صدا میدهند. من کارشناسی موسیقی نیستم، شنونده یا کسی که با شعر و موسیقی علاقه داره. میبینم که آوازخوان‌های ما در این وقت آخر بسیار بازخوانی میکنن، یعنی سرودها و آهنگ‌های دیگرها را میخوانند. و فکر شما این خوب است بد است؟ سرود نغز، آهنگ نغز، شعر نغز، در عموم سرود نغز هیچ وقت گم نمی شود، گم شده نمی رود. یعنی که وای را این سرود خوب رو پیوسته گرفته از سر بازخوانی میکنن، همه خیلی رفتن میگیرد، چون که وای سرود خوب است. وای چند سال پیش آوازخوانی یگان مشهوری ما سرایید است، حاضر کم کم فراموش شده است. وای را گرفته از نو زنده کرده، با خوبتر کرده سراییدن. این بسیار کاری نغز است، کاری بد نیست، با شرطی که اما را خوب سرایند، یعنی که از همون بودش بهتر سرایند. من دلم نمیشه بگم که در پیران سالی، یا شما بسیار جوان هستی، در این سالمندی با موسیقی کلاسیکی رو آوردید، چشمقام میخوانید. خب من آهنگ های کلاسیکی، اون سبک ها و رویه های موسیقی کلاسیکی رو میخوانید. دلیلش چی بود؟ آدم سالارتر شود میخواد که موسیقی اون با سن سال خودش موافق خواند یا چطور؟ آدم چقدر که سن سالش کلان شدن میگیرد و بسیارتر میخواهد که سرودهای پرمضمون، نصیحت آمیز و تربیت آموز، یعنی که یک چیزی خواند که با هم با سن سالش موافق باشد و هم با دیگران یک فایده رساند، یک پند و نصیحت باشد. استاد شما در برابر اینکه آوازخوان حرفه‌ای هستید و در انسامبل های آوازدار کار کردید و امروز مثلا استاد دانشگاه هستید و این چیزا، با معرکه های مردم هم بسیار میرفتید.
مثلا شده است که در معرکه ها رایگان خدمت کرده؟ به حد بسیار، به حد بسیار. من مثلا از همون دوره جوانیم در تمام معرکه های دوستانم و خیش تبارانم همه وقت رایگان خدمت میکردم و تا حاضر کرده استادم. پول کلانتری که از همین توی ها گرفتید به یادتان است چقدر بود؟ نه در یادم نیست. برای من اونقدر انا مهم نبود، کلانتر میشد کمتر میشد، اصلا مهمش برای من همین بود که همون با جایی که من میرم با بسیار شهر و ناحیه های تاجیکستان، ازبکستان، سرخندریا و سمرقند بسیار میرفتیم. انا برگ جای میریم، مقصد اساسی مقصد همون بود که همون مردم از ما خرسند شود. بعد از برگشتن ما یک نام نیک مانیم، یک خاطره نیک مانیم در همون جا، همون مردم با سخن نیک ما را یاد کند. خب نه استاد یکی شد البته وای خواهید نخواهید اونجا که مردم که خرسند شد ما هم خرسند میبینیم. کسب ما است، کار ما است. همه گونه مهنتی فکری، مهنتی هنری و باید پاداشی داشته باشد. این جایی چی نیست. ولی مثلا صاحب معرکه حاتمی کرده باشد از چیزی که شما امیدوار بودید مثلا چند برابر زیادتر داده باشد، این خیلی در خاطر آدم میمونه. مثلا پول استاد این شخص از خاطر فراموش نمیشه. خیلی وای حالات بسیار بود. من علایده جدا کرده گفتن نمیتونم شما با اصطلاح در آش نهار برای شما آوازخوانی خوش است یا در عروسی ها، یعنی در محفلی که داماد عروس باشه؟ در عین وقت ها در همین سالهای آخر آش نهار خوب است. برای چی؟ برای آنکه در آش نهار یگان کس به شما خلل نمیرساند، نمیگوید که فلان سرود را خوان یا که فلان شعر را خوان. چیزی که در دلتان هست همون آرام نشسته میخوانید و هم خودتان حلاوت میبرید و هم مردم حلاوت میبرد. در بعضی کشورها نماینده های به اصطلاح همین کسب های ایجادی، آوازخوان ها، هنرمندای کینو، تئاتر، خب این آوازخوان ها، شاعرها، نویسنده ها چی میشن؟ به اصطلاح یعنی فعال جامعه میشن. در بعضی حالت ها، در بعضی حادثه ها موقع گیری میکنن. یگان حادثه سیاسی باشد، اجتماعی باشد، مثلا به یگان کاری نمیدونم حکومت است یا یگان گروهی دیگر ها مثلا میگن که اینجاش درست است، یعنی یک موقعی بلندی شهروندی و اجتماعی دارن. در ما گفته میشد که همین گونه موقع گیری در میان همین فرهنگی ها و روشن فکرها و خواهان باشد خواه هنرمند کم است. شما با این فکر راضی هستید؟ اگر راضی نیستید چرا؟ من فکر میکنم که هر یک کس در کدام کسبی نباشد، در کدام هنری نباشد، کاری خودش رو باید کند. خصوصا صنعتکار باید سیاستمدار نباشد. از راهی که رفتید، راهی که پیمودید، راضی هستید؟ راضی از آنم که وقتی آدم کسبش رو دوست می‌دارد، کارش رو دوست می‌دارد، هنرش رو دوست می‌دارد و در همون کسبی دوست داشتهش کار میکند، خوشبخت‌ترین آدم همون است و با واسطه کسبی دوست داشتهش زندگیش را پیش برده میتواند. این بسیار برای آدم خوشبختی است. از خدمت‌های شما آیا فکر میکنید که قدردانی شایسته شد؟ عنوان بلندترین برای هنرمند این هنرپیشه خلقی تاجیکستان است. از این بلندش نیست در تاجیکستان. بنابر همین بلندترین عنوان را من دارم. من اینجا خیر خوش نمیکنم استاد، وقتی که شما هستید مؤلف سرود شب خیر، میخوام که
صحبت با یک پارچه از همین زمزمه شب خیر ختم کنیم. خب همیشه در هر برنامه درباره شب خیر صحبت میشود و پارچه میخوانم. خیر بگذار خواهش شما اجرا شود. تلخ و شیرینی است اندر جام شب، این خورد می آن خورد خونی جگر. تلخ و شیرینی است اندر جام شب، این خورد می آن خورد خونی جگر. تا چی گوید صبح اندر گوش ما، تا کی باشیم زنده تا صبحی دیگر. تا چی گوید صبح اندر گوش ما، تا کی باشیم زنده تا صبحی دیگر. شب بخیر همدیاران، شب بخیر، شب بخیر همزمانان، شب بخیر. روز بخیر استاد، زنده باشید، سلامت باشید.